سلام بچه ها، خوش اومدین به این گیم پلی از چنل من، یعنی دراگون. بچه من دراگون هستم و خوش اومدین به یکی از ویدیوهای خفن چنلمون. بچه ویدیو از این قراری که ما بریم بتل رویال و کیلایی بگیریم و بریم ببینیم چه کیلای خفنی بگیریم. خب سوار موتور بشیم بریم بچه ها که بریم کیلای خفن بگیریم و نابودش کنیم. ای وای گیر کردیم، طور این اشکال نداره، پیاده میریم و ببینیم چی میشه. ما یه چیز میزنیم تا ببینیم دوش حریفامون کجان و از همین ابتدا یه حریف مشخص رو بزنیم دیلش کنیم. اوه در ریدی میکشن در خب بسیار عالی بچه ها، همشونش نابود میکنم عشقای خودم. بریم بچه ها ببینیم کجا باز هست، بریم. و بچه ها اوف زدمش بچه ها، کیف کنید. کرده که بزن لیش کنم، باز هم دارن میزنن، دارن تیراندازی میکنن و خیلی بازی عالی و وسایلش برداریم بچه ها بریم بجنگیم. خب بچه ها دوتاشون هم کشتم فکر کنم، آره نه دوتاشون نکشتم و فعلا یک کیل واسمون اومده. الان بریم ببینیم چی میشه و این ابتدایی با وسطاشه بچه، این وسطاشه. بریم چون نصفش اصلا کیل نگرفتم و اینا دیگه کات خورد. بریم ببینیم کجا هستن اینا، بریم بچه ها ببینیم تا کجا هستن اینا و قراره تا کجا بریم. و بچه ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد و تو کامنت ها بگید و اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید و اگه خوشتون اومد از این ویدیو و سبسکرایب یا لایک کنید تا بازم براتون بسازم. خب بچه داره میزنه، نه میزنمش لیش میکنم. واه به من میگن دراگون، تو کی باشی عزیز گلم؟ به اینجا میگن کالاف، نمیگن پابزی موبایل یا آبزی موبایل. بچه ما بریم جمع کنیم و بکشیمشون، له و لوردش کنیم، بزنیم ببین حریفامون کجان و یارم که بریم سمتش ببینیم چه خواهد شد. بچه ها بریم تا اون جمع نشده و بریم کیلای بیشتری بگیریم. کیل کم داریم فعلا 2 تا گرفتیم، ولی بریم خونمونم پر کنیم و بچه ها بریم. خب بریم بچه ها بریم بالای کو. اول میخواستم بچه ها اسنایپ بزنم همشون، ولی هر چی رو بگیم نصف ویدیو اصلا دنبال اسنایپ میگشتم، هر چی میگشتم دنبال اسنایپ. خب اصلا اینجا داریم میبینیم فاصله دور، الان براتون یه چیز زومش میکنم و بچه ها داریم میبینید که چجوری از همون فاصله دور باید بزنم. باید هم یک کیل ضبط شده واسمون، ولی نمیشه از این فاصله. اگه اسنایپ داشت به راحتی میخورد، ولی چون SMG خطا میزنه و باید سنسمون خوب باشه که راحت بتونیم بزنیم. بچه فعلا بریم و حرکت کنیم و ببینیم حریف. بچه اینجا نگاه داره میزنه، حساس بازی بچه ها. بریم دنبالش، باید بریم دنبالش و این کیل ازش بگیم چون خودش هم اولی شیت هرچی بچه نمیزدم میخوره بهش، دمیج میشه در کیل نمیشه. همشون دمیج شدن بچه ها، اون قند تا لیمه او زدم اونم دمیج شدن، از فاصله تو دمیج میشه بچه و اونم خونش خورد میکنه، ولی من اجازه نمیدم ببرم و بریم سراغشون چون اینا وقتی که برن سراغ یاراشون میرن. خب بچه بریم سراغشون ببینیم چی میشه. اینجا نه این طرف ها نیست بچه ها، بریم پیداش کنیم حتما، بریم دنبالش ببینیم کجاست، رفته کجا، کم کرده واقعا شده. بریم اینجا نیست بچه، اینجا نیست، بریم کجاست. خود فاک اینجا هم نیست. اولی شیت بچه اینجاست، داره میخوره قرمز میخوره، نقطه قرمز میخوره و ببینیم چی میشه و لا نو. خب بچه نشد، بریم ببینیم چی میشه. اولی شیت بچه بریم. نه اینجا هم نیستن بچه، اینجا هم نیستن، نمیدونم کجا تا بریم دنبالشون ببینیم کجا هستن و ما رو اونا رو بزنیم له و لورده کنیم. بریم دنبالشون قراره اولی شیت بله میشه. و بچه چند نفر هستن نگاه کنید،
دارن دمیج میشن خوشبختانه. وای 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 اولی شیت بچه این از کجا اومد؟ اولی شیت راستی درش باز میشه. بریم این هم بکشیم کیلش کنیم. اولی شیت 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 از همه جا دارن میزنن بچه ها، چپ راست بالا پایین همه. اوه بچه اینا چند نفرن؟ این اولین کی؟ بریم بعدیش اولی شیت بچه اینا اصلا خیلی هن. بریم سراغ نفراتشون و اینا زیاده. فعلا بزنیم خشابون فعلا خالی از زیره، بزنیم وسایل رو برداریم و بریم سراغشون. دیگه چپ و راست داشتن میزنن. اولی شیت دیگه اونجا بچه. وای دمیج شد بعد دارن دنبالش. دمیج وای دفاک زونم جمع شد دیگه حتما باید، چون که دیگه وسایل نداشتم برگشتم ببینم چی میشه. فعلا بریم دنبالش. دیگه نیست بچه ها، دیگه نیست. باید اون توفن قبلی هم بردارم یکم تیر بیشتر داد. بریم سراغش ببینیم چی میشه. خب بچه ها داریم میریم. اولی شیت بچه فهمیدم مکانش کجاست. داره نه نزده تا حالا نقطه قرمزو و ببینیم چی میشه. وای جمع شد فکر کنم. بچه ها فکر کنم رفته تو رودخونه شنا کرده رفته. الان زونم جمع میشه و آسیب میبینیم. باید سریع بریم اونور. بچه ببینیش اون بالاست داره میره و داره فرار میکنه. متاسفانه نمیشه بزنیش وگرنه باید بریم و خفتش کنیم اونجا و بزنیمش. و هرچی که بچه بزنیش تیم اونا بیشتر میان سمت شما و میزنیمشون. حالا بریم سراغشون و بزنیم لیه و لوردشون کنیم. ما همچنان داریم شنا میکنیم. خب اونجاست بچه نگه باید باهوش باشن. نگاه باید بزنیم بیاد و یه دفعه غافلگیرش کنن. خب این از کیل بعدیمون بچه. اولی شیت یارش هم بود بچه هم یارش بود هم یارش، یعنی خواست اون از بالا بپره منو بزنه که دید نه این کاره نیست. خب بچه ها صدای پا میاد و فکر کنم از دور پاشو بچه ها تو نقشم معلوم اگه نگاه کنید صدای پا اومد. الان باید بزنیمش و بچه ها اولی شیت دوربینه گرفته بچه ها نگاه میزنه معلومه بچه نور یارش. خب بچه ها در نتیجه بازی رو بردیم. بچه ها اگه خوش اومد سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله رو هم بزنید. بدرود بچه ها. آخر ویدیو رسیدیم و بچه ها دیدین چه ویدیوی خفنی بود و پر از کیلای گوناگون بود و در بتل روی بودیم. بچه من اگه دیدید صدا رو مثل موجی بودم من بعد گیم پلی بودم مثلا رو ضبط کنم احتمالاً فهمیده بودید. و بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین چنل من رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله رو هم بزنید.